گاو زنیم رئیس محله گپ زن چند نفر اومدین اکا شما یک چند نفر اومدین اینجا پروکراتورا اوزی پروکراتورا چند نفر اومده کی اوزی از 40 نفر زیر چی میگه پروکرور چی میگه قبول داد یک گپ زدم ما چی منم میگم من ندونم پس اگر همین شکایت قبول نشد تو کجا مراجعت میکنی همه کسا میره همه شکایت نمیگه برای آدمای بیگناه آدم بلند داره همین سوتی میره در ببینه مردم برای کورش برای گناه نداره در چوره میره ببینه پروکرور چی گفت در جواب مراجعت شما مراجعت گفت که دیله را تفتیش میکنیم بس شده ما همه خواهش داریم که همین دیله ما در برویم تماچی را بیوانم تماچی را که ار گپ زنه که همین آدم این گناه نداره چی که همین رو آوردن شدن با کن سببای بگم او را اختی سلفی را معنیش همه دونن همین آدم اختی نمیدونن ما یک خونه در قطعی همین آدم سلفی را زندگی معنیش میکنیم هیچ چش داشته ما یک طبق دنون میخواییم ما دست او را در نافش میمون میخوان خیلی می آدم ها میخوندن همون خیلی میخوان همه این دروغه همش ترمان امون ندیدم همون اگه شویدو دیگه گپ زدگیه ملیسوخ ای خدشو نمیستن گرفتن ملیسوخ ایجا و تحمد نمی شویدو را گرفتن چی کدن